سیاهکش رخشنده روز سپید گسستند پیوند از جمشید. بر او چیره شد فره ایزدی، به کژی گرایید و نابخردی. از هر گوشه‌ای یک خسرو یک دلیر بلند میشه و از هر گوشه‌ای از هر پهلوی یک نامجو و یک دلیر. سپه درست میکنند، سپاهی فران و جنگ را بر علیه جمشید شروع میکنند. دل از مهر جمشید پرداخته، پدید آمد از هر سوی خسروی. یکی نامجوی ز هر پهلوی، سپه کرده و جنگ را ساخته. دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک ز ایران برآمد سپه، سوی تازیان بگرفتند ره. از ایران ای لشکر و آدمای ناراضی به وجود میان و به سوی تازیان را میفتند. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از حال شاه و اژدها پیکر است. شنیده بودند که اونجا یک شاهی است که خیلی شاهه و تنش اژدها ماننده. یکا یک از ایران آمد سپاه، سوی تازیان بگرفتند راه. سواران ایران همه شاه جوش، نهادند یک سر به سخت. اندیشمندان، آگاهان، دلاوران همه دنبال یک شاه میگشتند که جایگزین کنند. به خاطر همین رفتن سمت ضحاک. سواران ایران همه شاهجوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. اون موقع سوار اسب، اگه ایر فرانسی نه ایرباسی چیزی با اون میرفتن میآوردن دیگه. اتفاق افتاده. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. چای اژدهاوش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری، گزین کرد از همه کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی، چو انگشتری کرد گیتی بدو. چو جمشید را بخت شد کندرو، به تنگ اندر آمد جهاندار نو. و وقتی که بخت جمشید دیگه رفت، دیگه مجبور شد ترک کنه شاهنشاهی. برفت و بدو داد تخت و کلاه، بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه. جمشید که میبینه واقعا مردم نمیخوانش، میره تمام گنج و دستنج خودش رها میکنه میره و قایم میشه. الان زمان رسم بود که تا شاه نمیره این نمیتونه تاج گذاری کنه. چو 100 سال اندر کس جهانش ندید، بر او نام شاهی و او ناپدید. 100م سال روزی به دریای چین، پدید آمدن شاه نابرده دین. نهان گشته بود از بد اژدها، نیامد به فرجام هم زورها. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش زمانی درنگ. به ارش سراسر تو نیم کرد، جهان را از او پاک بی بی کرد. شدن تخت شاهی و آن دستگاه، زمان ربودش چو بیجاده کار. و اینجا میشه که دیگه میشه همه کار، میشه آقا داداش ما این شده همه کاره دیگه ضحاک میشه شاه جهان. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار سال زندگی میکنه. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد تخم دیوانگان. هنر خوار شد جادو ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز. سراسر زمانه بدو گشت باز، همه دنیا تغییر کرد. کردار فرزانگان نهان شد، دیوانگان گسترش یافتند. هنر شد ذلیل، جادو شد ارجمند. راستی و درستی یواش و آرام و نهان انجام میشد، ولی گزند آشکارا. شده بر بدی دست دیوان دراز. دیوان دوباره شروع میکنن به شمشیر کشی و فلان. تمام دزدان راه میفتن تو ایران، همه کاره میشن و نیک مردان همه میرن پایین. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آورد لرزان چوبید. اون جمشید 2 تا دختر داشت، یکی شهرناز یکی ارنواز. شهرناز و ارنواز 2 تا پاکدامن بودن.
به ایوان ضحاک بردندش، بران اژدهافش سپردندشون. به پروردشان از ره جوی، بیاموختشان کژی و بدخویی، ندانست جز کژی آموختن، جز از کشتن غارت و سوختن. ما داستان اینجا تمام میکنیم. بعد از این ظهور فریدون با خوابی که ضحاک